وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مورد بازداشت مدیر شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه شهر ترسنزاده میرزامدین میرزا رحیموف خبر پخش نمود. وزارت کارهای داخلی اطلاع داد که میرزامدین میرزا رحیموف مدیر شعبه تشخیص طبی و سودی شهر ترسنزاده در مورد کشتار وحشتبار یک دختر نابالغ تشخیص بر دروغ داده است و تشخیص او وابسته به این است که این دختر در اوایل ماه ینور در شهر ترسنزاده از طرف همسنفان خودش دو نفر همسنفش به طور وحشیانه کشته شد. اما تشخیصگاه طبی و سودی شهر ترسنزاده که تحت سروری میرزامدین میرزا رحیموف قرار دارد چنین نتیجه گیری کرد که گویا این دختر دست به خودکشی زده و به آتش زده است. اما طور بدتر با اصرار دادستانی کل تاجیکستان معلوم شد که این دختر نابالغ از جانب دو همسنفش اول با 17 ضربه کار کشته می شود و سپس جسد او به آتش کشیده می شود. این حادثه مدهش که در اوایل سال روان رخ داده بود تمام ناحیه و شهر ترسنزاده را تکان داده بود. حالا این پرونده از جانب رئیس دادستانی کل تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد و پرونده جنایی در نسبت میرزامدین میرزا رحیموف و همچنین در نسبت دو همسنف این دختر نابالغ باز شده تحقیقات ادامه دارد. طور رئیس دادستانی ترسنزاده به ما اطلاع داد در روزهای نزدیک این پرونده جمع‌بست کرده می شود و به دادگاه شهر ترسنزاده ارسال داشته می شود.